این موضوع منو غیرتی کرد. تصمیم گرفتم که به عنوان محقق وقت بذارم ببینم آیا میشه این نوع برش راه حلی پیدا کرد. آقای بهنگار برای یافتن راه حل 3.5 سال زمان گذاشت. مطالعه و تحقیق کرد. بعد از 3.5 سال تونستیم به الگوریتم‌های مناسب هوش مصنوعی تو این زمینه دست پیدا کنیم. نتیجه شد تولید قلاده یا گردنبند هوشمند دام. قلاده یا گردنبندهای هوشمند گاویه، مربوط به گاو شیری. آروم باش، هیچی نیست. حالا زمان آزمون در یک محیط طبیعی مانند دامداری بود. آقای آگاهی برای انجام این آزمون در دامداریش پیش قدم شد. ما از سال 1398 با این شرکت دانش بنیان شروع به همکاری کردیم و تو این پروسه تونستیم بین 15 تا 20% افزایش تولید داشته باشیم. تولید شیر ما 15% افزایش پیدا کرده. تولید اون از 41 کیلوگرم به 47 کیلوگرم رسیده. با بستن این قلاده ها در واقع مقدار 6 لیتر به ازای در واقع هر رس دام میزان شیر افزایش پیدا کرده. افزایش 20% نرخ باروری در دام از دیگر مزایای این محصول دانش بنیان است. ما قبل از اینکه به سیستم هوشمند تو گاوداری استفاده کنیم فاصله گوساله زاییمون عدد 405 روز بوده. در حال حاضر این عدد نزدیک 1 ماه ما آوردیم پایین و هولوش 370 تا 375 روز شده. این دستگاه رو توی آب میگذاریم و آب اینجا به عنوان رسانه عمل میکنه. کمک کنه به متابولیسم گاو از یک طرف، در طرف دیگه هم ایجاد آسایش میکنه. این دو تا فاکتور به صورت خودکار در واقع تولید شیر افزایش پیدا کرده. افزایش مقاومت در برابر بیماری رو خواهیم داشت و به صورت خودکار نرخ آبستنی رفته بالا. ارمغان استفاده از هوش مصنوعی در دامداری‌های صنعتی 3.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور است. ما اگه بتونیم از هوش مصنوعی استفاده بکنیم با همون مقدار علوفه که داره وارد کشور میشه 20 تا 25% ما تولید بیشتری خواهیم داشت. به ازبکستان صادرات اتفاق افتاده و کشورهایی مثل عمان، ترکیه، قطر و امارات متحده هم در حال مذاکره هستیم. کاربرد هوش مصنوعی در صنعت دامپروری باعث افزایش 20% بهره‌وری در این بخش می‌شود. هراتیان، خبرگزاری صدا و سیما.